فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله پس هنگامی که طالوت لشکر کشید سپاه خود را گفت خدا شما را به نهر آبی آزمایش کند، هر که از آن بیاشامد از من و هم آیین من نیست و هر که هیچ نیاشامد یا کفی بیش برنگیرد از من و هم آیین من خواهد بود. پس همه سپاهش آشامیدند به جز عده قلیلی از آنها. و چون طالوت و سپاه مومنش از نهر گذشتند گفتند ما را تا به مقاومت جالوت و سپاه او نخواهد بود. آنان که به لقای رحمت خدا و ثواب آخرت معتقد بودند گفتند چه بسیار شده گروه اندکی به یاری خدا بر سپاهی بسیار غالب آمده و خدا با صابران است. و چون آنها در میدان مبارزه جالوت و لشکریان او آمدند گفتند پروردگارا به ما صبر و استواری بخش و ما را ثابت قدم دار و بر شکست کافران یاری فرما. پس به یاری خدا کافران را شکست دادند و داوود امیر آنها جالوت را کشت و خدایش پادشاهی و فرزانگی عطا فرمود و از آنچه میخواست بدو بیاموخت. و اگر خدا برخی مردم را در مقابل بعضی دیگر بر نمیانگیخت فساد روی زمین را فرا میگرفت، ولیکن خداوند فضل و کرم بر همه اهل عالم است. این آیات خداست که به راستی بر تو میخوانیم و همانا تو از جمله پیغمبران مرسل هستی.